اجر ثواب حاصل نخواهیم کرد، از این کسی منفعت هم نخواهد بود. در اون صورت احوال ما احوال مردم عراق هم میماند که در هنگام حج از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سوال کردن از محریمی که پشه را کشته است، حکمش چی میشه؟ محرم است، احرام است، یک پشه را نخواست کشت، باید چیکار کنه؟ حضرت عبدالله ابن عمر در تعجب آمد، گفت این اهل عراق یسألون عن ذباب و قد قتلوا ابنة رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال هما ریحانتی من الدنیا. من گفت تعجب میکنم از این مردم عراق، از کشته شدن یک پشه سؤال میکنن در صورتی که فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم کشتن، سرش از بدن جدا کردن، خونش در روی زمین رسوندن، از این گناه و جرمش سؤال نمیکنن، از یک پشه سؤال میکنن. با عجب در اون صورت احوال ما به احوال عموم مردم عراق میمونن. اگر علم رو آموزیم و محبت نداشته باشیم، اگر فرزیان تربیت کنیم فرزند و محبت نسبت خدا و پیغمبر داشته باشیم. متاسفانه عصر 20 عصر سنگین بود، عصر بود که دلهای مردم سنگین کرده است. حضرت علامه اقبال میگه عصر حاضر فتنه ها زیر سر است، طبع آتشبار طبع آفتبار آن آفتگر است، فتنه اش ما را زیما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. دلم سنگ شد. من مصطفی‌های را یاد دارم در دوره‌های کودکی و جوانی که نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پیش گرفته میشد، قسم به خدا زار میگریستند. زیرا اون مصطفی‌ها همون شخصایی بودند که در عهد پادشاهی تولد شدند، در زمان اسلامی تولد شدند. مصطفی‌ها را یاد دارم که چیزهای نام خدا و پیغمبر یک غزل یا نعت در پیش میخوندند، از گریه را سست میشدند، زیرا که محبت داشتند، زیرا همون تخمه محبت در دلشون نشسته است. امروز وظیفه اول درجه ما همین است. اگر انشاءالله امروز توسط همین مجلس ها همین کار به ما و شما میسر گردد، انشاءالله در اون صورت میبینیم که در کمترین مدت این تخمه نش میزند، در دنیا چی نویگری ها میشود. میبینیم که مسلمان ها از همه جهت، هم در ساحه اقتصاد، هم در ساحه سیاست، هم در ساحه علم، از همه بالا و بالا میگردند و همه قیادت و سیادتی را که خدای تعالی نصیب پیشگذشتگان ما کرده بود، نصیب اصحاب پیغمبر، تابعین و تبع تابعین و دیگر عصرهای بزرگ، عصرهایی که مشهود به خیر هستند، انشاءالله نصیب روزی ما و شما نیز میگردد. در مجلس الحمدلله که علمای زیاد انحال اشتراک دارند، از این خاطر در همینجا با سخن خود حسن خاتمه ببخشیم. از خداوند حنان و منان مسئلت یا را دارند که خلوتگار از امون محبت سرشاری که به قلب اصحاب پیغمبر، به قلب تابعین، تبع تابعین، بزرگان این امت و بزرگان این ملت عطا فرموده بود، یک جرعه یا اقل یک قطره در قلب‌های ما و شما نیز اندازد، تا اینکه محبت محمد صلی الله علیه و سلم ما و شما را نیز به کارنمایی ها و افتخارات وادار سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حسن بصری رحمت الله علیه می‌فرمود که پروردگار چی با ما مهربان است که برای جای ذکر خود موضع مخصوص را اختصاص نکرده است. گفتن چی؟ گفتن پروردگار گفته است از قرونی از کرکم، یادم کنه هر جایی که باشد یادتان میکنم. الحمدلله که امروز ما و شما هم در این موضعی که یاد پروردگار میکنیم، یاد از رسول الله میکنیم، یاد از اصحاب او میکنیم و یاد الله میکنیم، خداوند ما و شما را البته یاد میکنه. و حضرت سنان ثابت بنانی میگه وقتی که خدا مرا یاد میکرد من حس میکردم. گفتن چی حس میکردی؟ گفت آخه پروردگار گفته است اذا ذکرتنی خالیا ذکرتک خالیا،
و اذا ذکرتنی فی ملاء ذکرتک فی ملاء خیر منهم. خدا مرا گفته است که هر وقتایی که اگر تنها یادم کنی تنها یادت میکنم. مثلا البته من که یاد خدا در هستم، الله در یاد من است. بله برادر عزیز، امروز که ما یاد الله میکنیم، یاد رسول میکنیم، الله ما را یاد میکنه. الحال صحبت برادرمان قاری شمشاد که وقتای معین برای هر کدام این جدا شدگی هستند، دوام صحبت ما و شما را انشاءالله به دست میگیرند. خدا خواهد بعد این برادر که در این مجلس ما دام الله محمد رسول، دام الله فتح الله پدری او بابایشون قدرت الله و اینجا برادر عزیز ما باز مولوی سید محمود حضور دارند. خدا خواهد بعد قاری شمشاد برادرمان مولوی سید محمود هم که از وحدت آمدن، مهمان ما هستند، با تکلیف ما آمدن، صحبت انشاءالله اون کس باید دوام میدهند. مرحمت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آشنای من تو باشی، الهی آشنای من تو باشی، دلیل و رهنمای من تو باشی. و دنیا چون تو هستی خالق من، و دنیا چون تو هستی خالق من، و محشرم خدای من تو باشی، و محشرم خدای من تو باشی. نگشت و باغ و سیر گلستانم آرزوست، نگشت و باغ و سیر گلستانم آرزوست، نه خط و خال و زلف نکویانم آرزوست، نه شهد و شیر و نعمت الوانم آرزوست، نه حور و نه قصور و نه غلمانم آرزوست. روزی که سر برارم از این تیر خاکدان، روزی که سر برارم از این تیر خاکدان، دیدار پاکی حضرت سبحانم آرزوست، دیدار پاکی حضرت سبحانم آرزوست. المنت لله که در میکده باز است، المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در روی نیاز است، زان رو که مرا بر در روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند و ز مستی،